پخته برنج مثل استانبولیه با پیاز داغ، سیر داغ. الان مراحل کارو میذارم. برنجم آبکش میکنم تا رب و تفت بدم با پیاز داغ و سیر داغ. سیر رو با اینا که وقتی میذاری مش میشه، بلند میشه، میریزی، عطرش چند برابر میشه. یعنی در این حد قشنگ تفت میدی. رب و سیر و پیاز داغ و تفت میدم تا برنج آبکش بشه. برنج آبکش میکنیم. الان با مواد قاطی میکنم، بعد براتون فیلم میگیرم. نمک، فلفل، زردچوبه و زیره اینم اضافه کردم با موادی که رب و تفت داده بودم. برنجم آبکش کردم، ریختم. الان یه تیکه کره یا کره حیوانی هم میندازم، میذارم دم بکشه. گوشتم سوا پختم. به جای برنج ساده من این برنج رو درست کردم. امیدوارم درست کنین، خوشتون بیاد. اگر دوست داشتین سابسکرایب کنین، با لایک و کامنت حمایت کنین، ممنون میشم. از آخر کار با پخت گوشت و برنج دم کشته براتون فیلم و عکس میگیرم میذارم. دم کشید که عطر و طعمش فوق العاده است. عطرش به جای برنج ساده با گوشت من این برنج رو درست کردم. پیاز داغ، سیر داغ، ربم تفت میدیم، برنج آبکش میکنیم، نمک، زردچوبه، فلفل. من همیشه زیره میریزم توی این برنج. توی این مدل برنج زیره هم عطرش رو عالی تر میکنه، هم فوق العاده خوشتر میکنه. تمام کار گوشتم من سوا پختم. گوشت رو فقط با پیاز رو دمای کم مدت زمان طولانی که اینجوری هم کاراملی میشه هم برشته. با ترشی لیمو، ماست موسیر نوش جان کنین. امیدوارم درست کنین، لذتشو ببرین.